من اسمشو گذاشتم زرش پلو مرغ فسنجونی. دلیلش به خاطر این سس بی‌نظیر و خوشمزشه. بریم با هم ببینیم. اول از همه تیک‌های مرغ رو توی کره و روغن هر دو طرفش رو حسابی سرخ میکنیم که طلایی بشن. زعفرون رو اضافه میکنیم و حالا مرغا رو میذاریم کنار. توی همین ظرف پیاز رنده شده رو تفت میدین سبک که شد، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پاپریکا رو اضافه میکنیم. حالا به قسمت جذاب ماجرا، اضافه کردن رب انار و رب گوجه رسیدیم. بهش گردوی آسیاب شدم اضافه میکنیم و تفت میدیم که من چون از قبل آماده توی فریزر داشتم همونو اضافه کردم. حالا سس ما آماده است. تیکای مرغ بهش اضافه میکنیم و حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم با حرارت کم میذاریم تا حسابی جا بیفته و روغن بندازه. همینقدر جذاب و خوشمزه که قول میدم عاشقش بشی. حتما درستش کن و لذتشو ببر.